گیلتی پلژرتون چیه؟ چیه این؟ guilty pleasure لذت پنهان، کاری که تو خفا انجام میدی بقیه نمیدونن. ببینیم قیاسی چی میگه. گیلتی پلژرتون چیه؟ چیه این؟ چیزی شده؟ guilty pleasure ببینیم توضیح آقای قیاسی چیه. لذتی که تو خفا میبرید مثلا یه کاری میکنید که بقیه نمیدونن. مهران مدیری کاملا درسته. guilty pleasure لذتیه که پنهانه و بقیه نمیدونن. watching TV it's my guilty pleasure. تماشای تلویزیون guilty pleasure منه. تماشای عشق ابدی guilty pleasure و لذت پنهان منه. چرا؟ چون که من چیزی ازش یاد نمیگیرم و برای من مفید نیست، اما من اون کارو انجام میدم، پس میشه guilty pleasure.